خب 1 2 3 چند روز قبل ما دیدیم که در حوزه هیپ هاپ و رپ یک گروهی اومدن یک ترکی منتشر کردن. حالا خلصتشون هست ولی ام جی که الان دارید میبینید نیست، ولی ویلسون هست. حالا علت این که من این عکس‌ها رو آوردم توضیح میدم. البته این عکس‌ها رو من دوست دارم و اینو علتش رو توضیح میدم. ترک اومد، حالا پیداش میکنم الان نشون میدم، لیریکسش اینا رو در موردش بحث خواهیم کرد. اخیراً ما ببینیم که برخی از افراد مثل این افرادی که میبینید یک رویکردی گرفتن ها که من فکر میکنم خود فیکه و بهشون نمیاد. ویلسون هم همین جوری شده و تو این ترکی که نشون ترکی یک دفعه اومد رفت توی انگلستان ترند شد. بذارم پیداش میکنم. حالا اینا آرتا فناینا یه چیز کردن، فیچرینگ کردن در واقع. اینه. حالا چون رایت داره من نمیتونم آهنگشو پخش بکنم، حالا هر کی بخواد میتونه، قحط که نیست، تو همین یوتیوب بره گوش کنه. حالا با این لیریکسش نکارده. من فکر میکنم ویلسون که ته این ترک اون چیزو کرده، اون اشاره خاصی رو کرده که حالا توضیح میدم، که تو گروه زد بازی بودن اینا همشون تحت تاثیر این آدمن. خب اما به این میاد، چون من حس کنم واقعیه این روی کردی که داره. آره اینجا شو رای دادم نوشته سهراب، سهراب مصطفی. خب بعد ولی به خلصه نمیاد و معلومه که این یه حالت زورکی داره. زورکی که نمیشه زور نه، ولی فیکیت داره. خب شما برید چند روز قبل خلصه تو یوتیوبش یه چیزی کرده، یه ترکی داره، نه ببخشید یه ویدیو داره، بی‌دفعه وسطش مثلا میاد آهنگ سلام فرمانده میخونه. ببین چقدر مصنوعیه، چقدر فیکه. بعد برید مثلا حرفای اصلا ام جی برید گوش کنید، مقایسه بکنید این رویکردایی که داره، این رویکردای اخیری که داره رو مقایسه بکنید با حالات درونی مثلا خلصه. خب ببینید چقدر با هم فرق داره. یا مثلا اون موقعی که تتلو، حالت تتلو خداییش چیز نگرفت، لباس ارتش رفت قاطی ارتش یا فلا، ولی مثلا به این جدی نکرد. حالا ببین مثلا شما ته این ترک میگه که چیزو من فن دارم، فنام اینجوری هن اونجوری هن، فنام یه تشکیلاتن، یه پا دو پا. بعد دیگه جرئت نمیکنه بگه، حالا شاید هم جرئت میکنه لابد به دلیل دیگه ای نمیگه. خب بعد کاورشونم، این کاورشونه. آره ببین این که 3 اینجا میبینید خلصه گنده گنده. من با خودش چی فکر می‌کنم، دو حالت وجود داره. یا در این اندیشن که مثلا اینجا کنسرت بذارن، مثلا یه همچی برآوردی ممکنه داشته باشن، چون من میدونم خیلی ساله که همین جی جی و اینا پیگیر هستن که بتونن امکانش هست که مجوز بدن به این شکل از موزیک توی این وزارت ارشاد. اما نقشه‌ای که اینا کشیدن من بعید میدونم اون طرف مقابلشون خیلی زرنگ‌تر از ایناست. طرف مقابل خیلی خوب میفهمه اینا رو که چه کسی. ببین مثلا خلصه که میاد میگه من اینجوریم، مثلا طرفدار برخی نیروهای نظامی هستم، هوادار برخی، مثلا سمپات برخی چیز هستم، برخی نیروهای نظامی هستم. شما اگر راست بگی باید یه دیسکورسی داشته باشی دیگه. خب نداره دیسکورس رو، واقعا نداره. و مثلا ام جی داره. مثلا شما از ام جی بپرس، سهراب ام جی بپرسی آقا شما چرا مثلا هوادار فلان هستی، توضیح میده، میگه به دلیل اینکه این برخی نیروهای نظامی این برخی این کارو کردن، این کارو کردن، این کارو کردن، این کارو کردن. خب ولی از سامان ویلسون بپرسی ایشون نمیدونه، چون تحت تاثیر این راه افتاده. خلصه هم همینطوره. خلصه ای خود این رو که آدم باحالیه، ما باش خیلی حال میکنه، آدم فان فلان، بعد ایگو نداره، خیلی باحاله. ولی این روی کرد به حرفم اینه که طرف مقابلش از این زرنگ ترن. یه احتمال دوم هم وجود داره که برنامه ریزی خاصی ندارن واقعا.
برنامه‌ریزی خاصی ندارن، فقط چون اینا مثلا تو کانادا رفت آمد میکنن، بعد میان ترکیه یه زندگی خوبی دارن، میخوان چالش نکنن دیگه. به این سادگی. خود چالش نکردن، اینکه کسی کاری با اون مثلا گروهی که ممکنه با اینا به خاطر برخی مسائل مشکل داشته باشن مشکل پیش نیارن به طور میدانی براشون، خودش خیلی این هم امکانش هست. ولی فیکه، این رفتار خلصق فیکه. من هرچی بخوام قبول کنم نمیتونم، مال ام جی نیست. حالا اینکه من این کارو کلا تحسین میکنم یا نه اصلا یه بحث دیگه ایه، اون موضوعش چیز دیگه است. حالا کسایی که نشنیدن برن این ترک گوش بکنن، توی یوتیوب بنویسید آرتا فنا. بعد این توی این گفتم توی انگلستان ترند شد، نمیدونم چون توی انگلستان ترند شد، میگم چون مثلا از نظر موزیکی یه حالت دریل داره، اونا مثلا دوست دارن، بعد ویدیوش هم باحاله. بعد ویدیوش تو درباره مثلا تهران و ایران و هیچ ربطی به ایران نداره. یعنی شما اگر نشناسی این آدما رو، خب این خیلی جالبه. همین الان به ذهنم رسید. اینجا ریاکت و میاکت هم بهش رفتن دنیا. خب بعد اگر چیز بکنید شما ندونید که این آدم رو نشناسید، خب دیگه تو برو آدم رو نشناسید، یکی عکسش باحال‌تره. اگر این آدم رو شما نشناسید که تو اون ویدیو هستن، حرفای دیگه هم میزنن و حرفاشون همون حرفای معموله. مثلا یه دیسی داده بوده به یک کسی، در مورد اون صحبت کنن. ولی من بحثای رویکردهای سیاسی شو کار دارم. این موزیک ویدیو رو ببینید، آدما رو هم نشناسید، زبان فارسی هم بلد نباشید، یعنی ندونید که این زبان فارسی برای ایرانه. مثلا فکر کنید که یه زبان مثلا غیر از انگلیسیه، مثلا یه یاروی پیدا کنید از هاوایی. خب من هاوایی هم میدونن خیلی‌ها، مثلا از بورکینافاسو یه جای دور. خب این موزیک ویدیو رو گوش بکنه، اینا گوش بکنه، مثلا درسته شجریان نیست که معلوم باشه عجیبه فلان. خب موزیک اوناست، ولی توی ویدیو شما المانی پیدا نمی‌کنید که به شما نشون بده که اینجا درباره ایرانه. مثلا اینا دارن در مورد تهران حرف میزنن، بعضی چیزایی که میپرونن و فلان. این خودش نشون میده که چیز نبوده. گفت از کوزه همان تراوت که در اوست. مولوی، آقا دیگه الان بحث میره یه جا دیگه. مولوی، شما هر جا مولوی که باز بکنید توی مثنوی یا توی دیوان شمس فرقی نداره، کلمه شکر نمیدونم اینا همه هست، چون ایشون دوست داشته چیزای شیرین. یا مثلا حافظ با هر جا باز بکنید ساقی و می و اینا هست، چون دوست داشته. خیلی چیزای دیگه هم هست در مورد حافظ. حالا بعد اما شما وقتی موزیک ویدیو درست بکنی، اگر اینجوری هستی که سپا و مپا اینا مثلا یه همه حرفت این بوده که اینو تهیش بگی، باید یه المانی ملمانی بخیر معلوم باشه که شما ایرانی هستی مثلا، یا هرچی. بنویسید آرتا فنا. نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، چون موزیک رپ دلیل نمیشه، نمیدونم. یه هر کی هر فکری میکنه برای خودش نگه داره. تو یوتیوب میتونید بنویسید، همین زیر همین ویدیویی که دارید میبینید در کامنت ها. اگر موضوع جالب تری مطرح شد در ویدیوی بعدی بهش خواهیم پرداخت. فعلا همه چی رو گفتم دیگه. آره این چی؟ آرم زد بازی اینو ندیده بودم. وای این خیلی باحال بود. برو کنار. اینو واقعا تا الان ندیده بودم. اکثر همین الان دارد کرده. خیلی جالب، قشنگه. این به ام جی میاد. این چیه؟ رسته. بعد این مال ارتشی که سرتیپ یکمه. این ستاره از چیز اینجوری نیست. خوشگل نه. اینم رسته فرماندهیه، ولی این رسته این مال چیزه، مال نیروی انسانی، مال آره اداریه. این اداری، این چیز که میبینید از رسته ای اداره. من یه یوتیوب دیگه دارم مصنوع غزالی جنگی، اینا رو بعد هر کی خواست تو کامنت میذارم پیدا کنید. این راستی من یه دو تا پیام داشتم. یه پیام داشتم برای پوتین عزیز، یکی برای جو بایدن عزیز. هم صحبت خلصه اینا شد. این دو تاست در میتونید برید پیدا کنید، تو یوتیوب سرچ بکنید پیدا میشه. فعلا خودی که فعلا همین. بای 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 همگی.